أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه تصان وبصومه به نام خداوندی بخشنده و مهربان. از ابو ایوب خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخص ماه رمضان را روزه دارد و سپس 6 روز از ماه شوال بعد آن روزه گیرد مانند ثواب 1 ساله روزه را به دست می آورد. هر شخص مسلمان که ماه رمضان را با اخلاص روزه بگیرد و سپس 6 روز ماه شوال را نیز روزه دارد ثواب 1 ساله روزه داشتن را می گیرد. زیرا در شریعت اسلام هر یک عمل حداقل 10 ثواب دارد. پس 1 ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد و ثواب 6 روز روزه ماه شوال 60 روز است و با همین 12 ماه کامل می شود. روزه ماه شوال را انسان می تواند 6 روز پی در پی روزه بگیرد یا 1 روز روزه بدارد و روز دیگر افطار نماید یا روزهای دوشنبه و پنجشنبه آن را روزه گیرد. أهلا بك رمضان أهلا بك رمضان